ماه شریف رمضان ماه مبارک است، ماه تبرک است و روزه داشتن هم یک نوع روحی انسان رو تطهیر میکند، روحی ما تطهیر میشود، تازه میشود. ما مثلا توسط آب وضوء میکنیم ولی روح ما هم به وضوء نیاز دارد. ما توسط پرهیزکاری روحمان رو وضوء میدهیم، یعنی تطهیر مییابد روح ما. به همین خاطر فکر میکنم که برای آدم سالم مهم است. اما انسان های هستند که مبتلای هر گونه بیماری ها هستند، بیماری های اندوکرینولوژی، بیماری های مثلا روده و معده و دیگر بیماری های هستند که روزه گرفتن برایشان دشواری و سنگینی های زیادی را میارد و روزه گرفتن برایشان به سلامتیشان زیان دارد. از این لحاظ فکر میکنم شخصانی مبتلای این گونه بیماری ها نباید سلامتی خود را زیر خطر بگذارند، ولی شخصانی سالم میتوانند روزه بگیرند. این هم به منفعت روح هم به منفعت جسم است. اولین بار صنف 5 میخوندم که روزه گرفتم و بعد از 2 سالش همین حادثه سر زد که بر اثر تشنگی شدید روزه رو خوردم و پنهانی آشکارا خوردم و آمدم گفتم که من روزه رو خوردم. یعنی از آدمان بزرگسال و سالمند پنهان نمی‌داشتم که من روزه دارم یا اینکه روزه دروغی بگیرم. من خودم برای خودم این چیز رو اجازه نمیدادم هیچ وقت. نظام ماه شریف رمضان ها رو میسنجد، امتحان میکند، تحمل آنها رو، تحمل پذیری انسان ها رو، صبر و طاقت آدم ها رو میسنجد. امتحان ماه شریف رمضان همین است و خوش به حال آن افرادی که این امتحان رو با صبوری میسپارند. واقعا من هم شدت میگیرد عصبم. لحظه های هستند که لحظه های خیلی شدید، لحظه های مشدد که اختیار از دست انسان می رود و می خواهی بالای کسی صدا بلند کنی. قهر و غضب این همه مثلا گرانی و سنگینی که تشنگی و گشنگی به سر انسان میارد به سر کسی دیگری فرو بریزی. ولی تا هنوز نشده است که من سر یگان سراینده یا سر یگان نفر خشم خود رو فرو ریخته باشم در ماه شریف رمضان. کوشش میکنم که صبر و تحمل رو پیشه کنم، ولی گاه خوب زندگی است. ما هم انسان هستیم، از جنس سنگ نیستیم که همه چیز رو صبر و تحمل کنیم. گاه به شور می آیم و شاید در خانه با همسر خودم گفتگوهامون شدت میگیرد و صدا بلند میکنم، ولی نه از این بیش. تمام.